دوی ما صفر رقم ها رو گفتم میگذاشتم با من مراجعت کردم، پدر مادران مراجعت کردم، من کارشناسان مراجعت کردم، من چکلی که شما گفتن که حالت روحی روانی جوانان رو تاثیر منفی رسانه در برآمد و در بعضی موردها تحلیل کرده برآمدیم، آموخته برآمدیم، در حقیقت همین جای دارد. در نشست مطبوعاتی گذشته من نگفت من از شما یکون چیز پنهان نمیکنیم، در حالت کدام جنایتی که صادر شود سری وقت با شما خبر میدیم. در سامانه وزارت کارهای داخلی البته جنایتی صادر شده میبراید، در همین گمان یکون جنایتی خط تروریستی اکستریمیستی داشته صادر نشد، یکون ترکیش دیگران صادر نشد. وقتی که ما از همین شورا خودداری کردیم کم شد است آزیر اون کسانی که رفته بودن از همون سالهای پیش برای که من در برآمد بازی در برای اختیارشی هم نگفتم، ما بعضی موردو ریکلام میکنیم با واسطه من اخباری ما شما بعد گزارش ها دادید که من سپارش داده باشم که من یکون چیز سپارش نداده که من یکون صفر رقم از شما پیمان نمیکنم. بعضی چیزایی که با جوانان تاثیر روحی منفی میرساند ما از آنها خودداری میکنم. منم یک مرتبه ما با واسطه تلویزیون یک زن خودش از پولی که در نزد شعبه وزارت دریای سیر پرتو همون را ما با تلویزیون گفتیم که کسی که از نیست در خونش زن تقریبا 30 سالش گفته گذشت که مراجعت کند به شعبه وزارت کارهای داخلیش شریک و جمع. در دوام یک هفته 5-6 نفر به دریای سیر از همون جا خودش پرتو من ریکلام کردم. من همین را خواستم گفتم که بعضی چیزهایی هست که تاثیر میرساند و همون حالت روحی روانی جوانان، نه اینکه جوانان شهروندان